سلام به همگی. تو این چند روزی که از تمدید مذاکرات آخوندا با 5 به علاوه 1 میگذره، معلوم شده که دلواپسی هم تو نوچه‌های ولایت تمدید شده. تمدید که چه عرض کنم، نهادینه شده. روزی نیست که جک و جونه برای باند علیگدا زامنو نکشن و هرچی از دهنشون در میاد به شیخ پری و تیم مذاکره نگن. یه روز شیخ رسایی میگه سال گذشته ما انتقاد داشتیم چرا مذاکرات محرمانه است، چرا متن توافقنامه منتشر نمی شود. الان هم نمیدانیم در وین بر چه چیزی توافق شده که آمریکایی ها خوشحال و راضی اند. همکاران محترم، اکنون 1 سال از زمانی که آقای روحانی کلیدشان را با خوشبینی در قفل خوی استکباری آمریکا چرخاندند تا این خوی استکباری را تغییر دهند می‌گذرد، اما به جای اینکه قفل باز شود کلید خوشبینی و اعتماد به آمریکا شکست. یه روزم کیهان شریعت نداری رسانه‌های خارجی رو به رخ میکشه و میناله که تمدید توافقنامه ژنو بهترین گزینه برای آمریکاست. رسانه‌های غربی در تحلیل‌های جداگانه با اشاره به ناچیز بودن تحریم‌های تعلیق شده در مقابل تداوم ساختار تحریم‌ها، تمدید تعلیق هسته‌ای ایران در قالب توافقنامه ژنو را بهترین گزینه برای آمریکا دانستند. عظمای طلس شکسته که دید نوچه‌هاش ولکن ریشه ولایت نیستن و دست از دلواپسی بر نمیدارن، به ناچار زد به سیم آخر و پرید وسط میدون تا به هر ضرب و زوری شده به هاپوهاش قلاده بزنه. اولا بنده با تمدید مذاکرات مخالف نیستم، همچنانی که و به همون دلیلی که با اصل مذاکرات مخالف نبودم. با اصل مذاکره ما مخالفت نکردیم، دلیلش هم برای مردم بیان کردیم. بنده در سخنرانی دلایل این را هم گفتم. حالا هم با تمدید مذاکرات مخالفت نمی کنیم. اینجوریه؟ از اول با مذاکرات موافق بودی؟ ظاهراً به کلکسیون مرضات آلزایمرم اضافه شده. پس این عمه جان مهدوی کنی بود که افمی اومد و میگفت من به مذاکرات خوشبین نیستم. البته بنده همچنانی که گفتم خوشبین نیستم. من فکر نمی کنم این مذاکرات اون نتیجه ای رو که ملت ایران اون نتیجه رو انتظار داره، معلوم نیست این نتایج به دست بیاد. بله، تازه اینا که چیزی نیست. علیگدا هم موافقتش با تمدید زهرخوران رو اعلام کرد، هم تا دلتون بخواد واسه ظریفان نظام مایه گذاشت و قربون صدقه رفت. این را هم در کنارش عرض بکنم، هیئت مذاکره کننده ما پرتلاش و جدی هستند، حقاً و انصافاً. ایستادگی میکنن، با منطق حرف میزنن، زیر بار حرف زور نمیرن، دارن کار میکنن. اینم همه توجه داشته باشن. حالا جزئیات رو غالباً مردم مطلع نیستن، اونچه که میگذره در این گفتگوها. نه، با جدیت، با منطق، با دلسوزی دارن کار میکنن و منطقی هم عمل میکنن. بابا دلواپسا رو بگو که با کی میخواستن برن سیسه به در. آخه علیگدا وسط بسیجی های ریزشی جای تعریف و تمدید از مذاکره کننده های جام اهلیه؟ نمیگی همشون شره میکنن؟ نمیگی فردا عباتو به تنت جر میدن؟ لااقل یه فیگور بالانس هم بیا که وضعیت از این که هست خیتر نشه. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تاکید بر اینکه احساس مسئولیت بدون داشتن بصیرت بسیار خطرناک است گفتند برخی افراد قبل از انقلاب و در 3 دهه اخیر با احساس مسئولیت اما بدون بصیرت اقداماتی کردند که در نهایت به ضرر نهضت امام تمام شد. ایشان با اشاره به تأکیدهای مکرر خود در جریان فتنه سال 88 بر موضوع بصیرت گفتند در همان ایام
از تکرار موضوع بصیرت ناراحت شدند، اما من باز هم بر بصیرت تأکید می کنم، زیرا هرچه انگیزه و مسئولیت انسان بیشتر باشد ولی بصیرت نباشد خطر بیشتر است و به این چنین فردی هیچ اطمینانی نیست. آها گرفتم. میخواستی با این لگد به کوسه بسیجی ها رو خر کنی؟ فکر میکنی جماعت چتفنگ با روزه بصیرت تو بیخیال تمدید زهرخوری میشن؟ اشتب کردی وزی، اشتب کردی، اونم چه اشتبی. کار نظامت از این بندبازی ها گذشته. اگه از مذاکرات حمایت کنی یه جور باید تابون پس بدی، اگه مخالفت کنی یه جور دیگه. کسی که خربزه زهرآلودو میخوره باید پای لرزشم بشینه. بله. بحثای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.